امروز اومدیم سراغ یکی از متفاوت‌ترین سدان‌های بازار ایران. خودرویی که ظاهرش اسپورت اما کاربریش روزمره و خانوادگیه. این شما و اینا MG-GT، برندی با ریشه اصیل بریتانیایی، حالا با طراحی مدرنش و رویکرد جوانپسندش وارد بازار ایران شده. اگه دنبال یه سدان اسپورت هستی ولی همزمان مصرف منطقی داشته باشه و امکانات کامل، این ویدیو رو از دست نده. اول بریم سراغ ظاهر MG-GT که کلی حرف برای گفتن داره. جلو پنجره بزرگ با طراحی سه‌بعدی، چراغ‌های LED باریک و دیلایت های تهاجمی باعث شده چهره خودرو کاملا اسپورت و خشن باشه. در عقب هم چراغ‌های کشیده و طراحی سپر امضای اسپورت بودن این سدان رو کامل میکنه. به جرئت میتونم بگم یکی از خوش‌چهره ترین سدان‌های بازار ایرانه. زیر کاپوت MG-GT یک موتور 1.5 لیتری توربوشارژ قرار گرفته که حدود 173 حصل بخار قدرت و 250 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. گیربکس 7 سرعته، 2 کلاچه DCT تعویض دنده‌های سریع و نرم رو فراهم میکنه و باعث میشه شتابگیری کاملا قابل قبولی رو تجربه کنی. مصرف سوخت ترکیبی هم اقتصادیه و برای یه سدان توربو کاملا یه عدد منطقیه. وقتی که وارد کابین میشی طراحی مدرنش کاملا چشمگیره. نمایشگر بزرگ لمسی در مرکز، کلاسر دیجیتال، نورپردازی داخلی و طراحی یکپارچه داشبورد. فضای عقب هم برای یک سدان جمع و جور کاملا مناسبه. اگه دنبال یه سدان متفاوت هستی، MG-GT باید تو لیست انتخاباتون باشه. برای اطلاع از قیمت روز و شرایط فروش با ما تماس بگیرید. گروه خودرویی دلیلی، بزرگترین شبکه نمایندگی‌های مجاز خودرویی در ایران.